توی این آموزش میخوایم انتقال تصویر دوربین‌های مداربسته بر روی موبایل یا تبلت رو به شما آموزش بدیم. توی این انتقال تصویر که به دو صورت هم انجام میشه، یکی از طریق IP است و یکی از طریق P2P، میتونیم از طریق دستگاهمون یه سری تنظیمات رو انجام بدیم و تصویر رو بر روی موبایل داشته باشیم. یکی از این تنظیمات شبکه هست. برای انجام تنظیمات شبکه روی صفحه راست کلیک کرده گزینه مین منو یا همون منو اصلی رو انتخاب میکنیم. بعد توی قسمت سیستم میریم و گزینه نتورک رو انتخاب میکنیم. توی گزینه نتورک یه سری مقادیر هست که باید اینجا وارد کنیم و یا به صورت اتوماتیک بذاریم مقادیر رو بگیره. اگر گزینه DHCP رو اینیبل کنیم یا به قولی تیکش رو بزنیم، یعنی که IP به صورت اتوماتیک از طریق مودم ما گرفته میشه. اگر این کار رو انجام بدیم، هر بار که دستگاه ما خاموش روشن بشه ممکنه IP که گرفته عوض بشه. بستگی به اون زمانی داره که IP برای دستگاه ما رزرو میشه. بهتر اینه که ما تیک DHCP رو برداریم و IP رو به صورت دستی وارد کنیم. همونطور که می‌بینید IP در رنج مودم ما هست و به صورت دستی وارد شده. گزینه IP آدرس، سابنت ماسک، گیتوی و DNS رو باید وارد کنیم. تنظیمات رو اوکی می‌کنیم تا ثبت بشه و از این قسمت خارج میشیم. حالا برای ادامه کار باید نرم افزار مربوط به دوربین رو از روی دستگاهمون دانلود کنیم. برای این کار دوباره روی صفحه‌مون راست کلیک می‌کنیم، گزینه گاید یا همون راهنما رو انتخاب می‌کنیم. نکست می‌زنیم این مرحله بعدی رو هم نکست می‌زنیم. توی این قسمت اگر کارت شبکه دستگاه به مودم ما متصل شده باشه، می‌بینید که تست های شبکه و DNS ما رو اوکی نشون میده و به رنگ سبز نشون میده. نکست میزنیم مرحله رو. دو تا QR کد اینجا می‌بینید. یکیش برای گوشی‌های اندروید و یکیش برای گوشی‌های آیفون هست. با توجه به گوشی که داریم، یکی از این دوتا رو میتونیم دانلود کنیم. خب حالا ما از یه گوشی آیفون داریم استفاده میکنیم. با یه نرم افزار QR کد ریدر میتونیم این QR کدها رو بخونیم. جلوی QR آیفون میگیریم و همونطور که مشاهده میکنید از طریق اپ استور به نرم افزار متصل میشه و میتونیم اون رو دانلود کنیم. بعد از اینکه نرم افزار رو دانلود کردیم، اون رو باز میکنیم. توی نرم افزار که XMI هست، قسمت بالا سمت راست یه به علاوه داره. اونو میذاریم تا بتونیم دستگاهمون رو به این نرم افزار اضافه کنیم. یه قسمت داره دیوایس نیم، یه اسم دلخواه میتونیم بهش تخصیص بدیم. یه یوزرنیم داره که مربوط به دستگاه ما هست که اینجا دستگاه ما یوزرنیمش ادمین، پسوردش هم پسورد دیویار ما هست که دیفالتش خالی هست، اینجا هم ما خالی میذاریم. یه قسمت سریال نامبر داره که باید سریال نامبر دستگاهمون رو توی این نرم افزار وارد کنیم. برای این کار باید از طریق نرم افزار و همون نرم افزار QR کد این سریال رو وارد کنیم. حالا میخوایم سریال نامبر دستگاه رو توی نرم افزارمون وارد کنیم. برای این کار روی علامت QR کدی که گوشه قسمت سریال نامبر هست میزنیم. به طور اتوماتیک میخواد یه QR کد رو اسکن کنه. خب حالا ما تو اون قسمت که نرم افزار دانلود کردیم یه نکست بزنیم، QR کد بعدی سریال نامبر دستگاه هست. حالا اگر این رو جلوی اون QR کد بگیریم، مشاهده میکنیم که سریال نامبر رو به صورت اتوماتیک توی فیلد خودش قرار داده. وقتی سریال نامبر توی فیلد مخصوص خودش اومد، ما اوکی رو میزنیم و اون دستگاه به نرم افزار ما اضافه میشه. مشاهده میکنید که دستگاه رو با سریال نامبرش اینجا داره نشون میده و وقتی روش بزنیم کانال‌های دستگاه ما رو میاره و هر کانالی رو که روش دوربین باشه بزنیم میتونیم مشاهده کنیم. امیدوارم از این آموزش نهایت استفاده را ببرید.